مسیح علی نجات دیده بودید؟ این مسیحشونه. میدونی چرا خودشو باز کرد؟ اول کوچولو بود، بعد لقمه گنده‌تر از دهن شکارچی میشه. وقتی که خودشو باز میکنه سیخاش مانع از این میشه که شکارچی بتونه اینو بخوره، یا اگه اینو ببلعه. مثل ماهیا، بعضی از ماهیا طعمهشون رو میبلعن تو شکم اونا که باز بشه، اینا دیگه توبه میکنن که اینو بخورن، فوراً اینو پس میدن. این مکانیزم دفاعیشه. وقتی که خودشو بزرگتر میکنه ترسناکتر هم به نظر میاد. خیر خوندی. من ازت نمیترسم. دلفین‌ها خودشونو به این میمالن. میدونی چرا؟ سم روی پوست اینها لعجاوره. مثل اون ویدیوی قبلی که روی منم اثر کرده بود سمش. الان هم اثر کرده. پرسش: آیا این خودشو باد میکنه یا این خودشو آب میکنه؟ دوگانه چیزه. باورتون میگه هم بیرون از آب باد میشه، هم درون آب میشه، باد میشه. قاطی کردم. خب ولی وقتی که بیرون از آب باد میشه سبکتره. اسم سمش تترو دوتوکسین هست. 1200 برابر خطرناکتر از سیانوره. سیانور شاید 15 داشته باشه، این هرگز. بعد از اینکه این ماهی رو خوردید 45 دقیقه دیگه فرصت دارید که با اقوامتون خداحافظی کنید، چون بعد از اون کشته شد. آشپزهای بسیار حرفه‌ای در ژاپن هستند که همین رو هم تبدیل به یک وعده غذایی خوشمزه میکنن و خیلی هم گران هست. هر کسی نمیتونه اینو به عمل بیاره. هر کسی که میخواد همچین غذایی رو هم بپزه نیاز به مجوز داره. سامورایی ها فکر کرده الکی همینجوری غذا بهت میدن.